سلام دوستان و همراهان عزیز، به کانال داستان شب خوش اومدید. وقتشه بعد از گذروندن یک روز شلوغ و خسته کننده کنار هم به یک داستان زیبا و آرام گوش بدید. شاه عباس و درویشی که شب را می‌خرید. شبی از شب‌های اصفهان در روزگاری که شاه عباس بر ایران فرمان می‌راند، سکوتی سنگین‌تر از همیشه بر شهر افتاده بود. نه فرمانی برای خاموشی داده بودند، نه خطری در راه بود. اما مردم پیش از آن که تاریکی کامل شود، درها را بستند و چراغ‌ها را کم نور کردند. باد سردی از سمت زاینده رود می آمد و در میدان نقش جهان می چرخید. مشعل‌ها بیقرار می سوختند و سایه‌ها بر دیوارها می لغزیدند. نگهبانان بیان که بدانند چرا دلاشوب بودند. انگار چیزی در هوا ناآشنا بود. شاه عباس طبق عادت همیشگی خود ردای شاهی را کنار گذاشت. لباس ساده پوشید و بیخبر از اطرافیان از کاخ بیرون رفت. او باور داشت حقیقت شهر در شبها پیدا می شود. جایی که ترس زبان آدمها را باز می کند. قدم زنان در کوچه های باریک پیش رفت. صدای قدمهایش با صدای باد در هم می آمیخت. دکانها بسته بودند، پنجره ها تاریک. اما در انتهای یکی از کوچه ها مردی نشسته بود. نه گدا بود نه رهگذر. درویشی بود با ریشی سپید و عبایی کهنه. چشمانش در تاریکی می درخشیدین. انگار شب برای او بیگانه نبود. زیر لب با صدای آرام و پیوسته چیزی زمزمه می کرد. شب می خرم. شب اضافه می خرم. شاه ایستاد. چند لحظه گوش داد. سپس گفت: درویش، شب را برای چه می خری؟ درویش سر بلند کرد. نگاهش نه تعظیم داشت نه ترس. گفت: برای کسانی که حرفی در دل دارند و شبشان کوتاه است. شاه ابرو در هم کشید. گفت: شب که خریدنی نیست. درویش لبخندی زد. نه تمسخرآمیز نه متکبرانه. آرام گفت: برای بعضی ها هست. سپس کیسه کوچکی را گشود. درون آن نه زر بود نه سیم. سایه بود. تاریکی فشرده که انگار نور را می‌بلعید. شاه ناخودآگاه یک قدم عقب رفت. درویش گفت: هر شبی که می‌گذرد و حقیقتی گفته نمی‌شود، در این تاریکی گم می‌شود. شاه پرسید: و تو آنها را جمع می‌کنی؟ درویش پاسخ داد: نگه می‌دارم تا وقتش برسد. شاه لحظه‌ای در سکوت ماند. باد آرام گرفت. پرسید: اگر کسی شب را از تو بخرد چه به دست می‌آورد؟ درویش گفت: زمانی بیشتر برای روبرو شدن با خودش. شاه آهسته گفت: و چه از دست می‌دهد؟ درویش مکسی کرد. بعد گفت: طلوع را، اما نه همیشه. شاه سکه‌ای نقره از جیب بیرون آورد. در کیسه انداخت. در همان لحظه صداها خاموش شدند. انگار شهر نفسش را نگه داشت. سایه ها کش آمدند. کوچه طولانی تر شد. زمان کند شد. شاه حس کرد این شب پایانی ندارد. شاه به راه افتاد. قدمهایش بر سنگ فرش کوچه صدایی نداشت. نه به این خاطر که آهسته می رفت، بلکه چون شب صداها را در خود فرو می برد. هرچه پیشتر می رفت کوچه ها کشدارتر می شدند. دیوارها دورتر می رفتند
و فاصله میان دو چراغ بیش از حد معمول طول می کشید. شاه برای نخستین بار حس کرد در دل شهر خودش غریبه است. به میدان که رسید نقش جهان خالی بود. وسعتش بیش از همیشه به چشم می آمد. در دل این سکوت فکرهایی که سالها پشت فرمانها و تشریفات پنهان مانده بودند یکی یکی سر برآوردند. چهره مردی که به ناحق به زندان افتاده بود. صدای زنی که دادخواهیش در هیاهوی دربار گم شده بود. و حکمی که از سر خستگی یا خشم امضا شده بود. شاه ایستاد. برای نخستین بار بی هیچ بهانه‌ای به خودش نگاه کرد. شب همچنان ادامه داشت. او به سمت کاخ برگشت. درها بی صدا گشوده شدند. نگهبانان انگار در خوابی سبک فرو رفته بودند. شمع‌ها را روشن کرد. نشست. دستش لرزید. کاغذی تازه آورد. قلم را در دوات زد و نوشت. فرمانی برای لغو حکمی قدیمی. نامه‌ای برای آزادی مردی فراموش شده. دستور رسیدگی به شکایتی که سالها در گوشه‌ای خاک خورده بود. هرچه می نوشت سنگینی سینه‌اش کمتر می شد. شب هنوز تمام نشده بود. شاه گاه می ایستاد. به شعله شمع نگاه می کرد و نفس عمیق می کشید. انگار زمان برای او وقف شده بود. ساعتی بعد یا شاید ساعتها بعد وقتی آخرین فرمان نوشته شد صدایی دور در شهر پیچید. اذان صبح. آرام. کشدار. ملایم. سپیده با احتیاط سر زد. نه شتاب زده نه ناگهانی. شب آهسته عقب نشست. شاه سرش را بالا آورد. چشمانش خسته بود اما نگاهش سبک. از کاخ بیرون رفت. به همان کوچه‌ای که درویش را دیده بود. دیوار همان بود. دکان همان. اما درویش دیگر نبود. نه کیسه‌ای نه سایه‌ای. فقط سکوت. مردم کم کم از خانه ها بیرون آمدند. بازار جان گرفت. زندگی ادامه یافت. اما همه چیزی را حس می کردند. آن شب طولانی تر از همیشه بود. و از آن روز به بعد در اصفهان این زمزمه ماند که اگر شبی بیش از حد ادامه پیدا کند شاید کسی شب را خریده باشد. نه برای فرار بلکه برای آنکه حقیقتی در تاریکی گم نشود. خب دوستان، این هم از قصه امشب. ممنون که تا این لحظه همراه داستان شب بودید. اگر از این قصه لذت بردید با یک لایک و دنبال کردن کانال از داستان شب حمایت کنید. شبتون آروم و خوابتون خوش.